از من چی میخوای؟ تو رو میخوام یوسومم. باید این رو دانی. اکا ما اینجایه. اکا داد نگو. نزدیک نشو. من یوسومن نیستم. این رو در خود زیر دار. تو یوسومنی. خودت نمیدانی. تو رو فریب دادند. بعد کشتنم میفهمی که یوسومن بوده ای. چرا این کار رو میکنی؟ چرا نمیفهمی؟ من اون نیستم. با تو اثبات میکنم من یوسومن نیستم. کرد رو از دستت بردار. اکنون وقتی گپ زدن هم نماند. عمر خوب هستی؟ من خوب نیستم پینو. اکا زودتر. سوزن دارو رو نکردیم. سوزن دارویش رو آوردم. اکا سنجر اینجاست. کی؟ سنجر چی؟ اینجا بود. قسم که اینجا بود. ناز نشد. اگر استاد علی در وقتش نرسد چی می شده باشد؟ یافتن آنها نیز محال است. یک بحری کلان. گفتیم یک بار خوبی میکنیم، همین هم از دست ما ناامد. با استاد علی زنگ زنیم پرسیم چه شده باشد. حاضر زنگ زده نمیشود. چی میگوییم؟ استاد ما رو از مرگ نجات دادن توانستید. شد این طور نگوی. اولی جناب شد. کار عجایب کردیم. امری رو پایش توپ خورد اما هیچ گپ نه. بهترین کار کردیم. آینده این حادثه رو با فرزندانشون نقل میکنند. خانم و جنابان، رفیقمان امره خودش رو فدا کرد. هفتی پایش رو لد داد اما عاشقان رو به وصال رساند. خوب تبریکات قبول میکنیم اما لطفاً به نوبت. تماما باعث تبریک کردن نیست. وضعیت مشکل است بچه ها. عمر چشمانت رو خوشو. التجا میکنم. جناب میله کجاست؟ او وضعیت رو میداند. چی شد؟ چی گفت؟ سوزن دارو رو دیر گذراندیم. چقدر؟ چند ساعت؟ نمیدونم. زود باشه. زودتر. شما چی ها میگوید؟ یعنی از روی ما شد. اگر آنها رو در بین بحر نمیپرتافتیم. استاد علی گفتند که با دست خودتان معلمتان رو کشتید. استید؟ شاید استاد علی دریاب کردند. سوزن دارو رو گذراندند. اگر آنها رو در بحری کلان یافته باشند ما هم زنگ زده پرسیده نمیتوانیم. آخر ما هم در این کار سهم داریم. بچه ها باز پلیس شما رو گفتنی نامده باشد. چی شده است؟ جمیل چی میگوید؟ با فکر من گریزید. باری اول این دختر گپی راست میگوید. دویدیم. اکا زودتر. من هم پلیسی میشم. چرا به من نگفتی ده؟ برای تدبیر اندیشیدن گفتیم اکای جمال. ممکن من از شما زودتر رو میابم. از شما پیشتر دستگیر بکنم. از کجا میدانید؟ اوف اکای جمال صبر کنید. لازم شود میگوییم. شد سخت رنجیدم سخت. باز هم مسلکی سو میشویم. اوف اما اینجا بیا. سنجر بود کو؟ باز گریخته است. برای همین اینجاییم. ممکن به اینجا آید. برای همین خوب کردید. بسیار خوب کردید. شما اینجا باشد من حاضر میآیم. یک کارم را حل کنم زود بر میگردم. به شما برار. نمیدانیم از کجا پیدا شد. چه خیل آمد. اما رفته این آدم خطرناک می شود. به هر حال در نزد مکتب هم آدم گذاشتیم. همه جا را جستجو داریم اما حالا یگان خبر نیست. او را زود باید پیدا کنیم جناب پلیس. برای خواهرم بسیار خواطر هستم. از دست ما آماده را میکنیم. خواطر نشوید. اگر یگان چیز شد فوراً به شما خبر میرسانیم. تشکر. سلامت باشید. نمیارزد. شما هم سلامت باشید. عمر چه خیل است؟ خیریت وقتش نگذشته بوده است. حالا بیهوش اما کمی بعد به خود میآید. شما را آگاه کرده بودم که سوزان داروها را سری وقت گذرانید. چرا شما این طور کردید ها؟ بهترش نپرسید.
او رو دیده میتوانم و نزدش درایم. ها البته البته. شکر. من خوشبختم. این روز رو انتظار بودم. من هم در حیات بهترین چیزم بودی. برای تو زندگیم رو دوام دادم. شکری خدا به مراد رسیدیم. همه اش بسی سر شد. پینار دستانت خونشورن. بیگذار خونشار باشد. خون از بدن است. خواهیم نخواهیم از بدن میبرد. بدن میرنده است. عشق و عاشق نمیرنده است. پینار من خوشبختم عمر. چیزی شود نشود من خرسندم. پینار 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 عمر شد آرام شو. خوب کن شد آرام شو. یک خوبی بزیب دیدم. میگویند که اگر خوبی گنده بینی باید صدقه کنی. به انسان فرح میبخشد. هم علاقه وقتی اون رسیده است که به این خوابهای گنده بحث گوییم. من میتونه این رو به اکم میگوییم. زودتر شما به خوزگاری هایید. خب من توقف کردن نمیتوانم بچه ها. با پدرم زنگ میزنم. شاید او یگون خبر داشته باشد. ممکن استاد علی با او زنگ زدن. روست زنگ زن. خوبی و بد بودن احوال را از اون کس میفهمیم. لبای دخترم. خوب هستی دادا؟ بله خوبم. تو؟ من هم خوبم. یگون گپ داشتی؟ بله من چیزی رو پرسیدنی بودم. احوال استاد عمر رو؟ بله استاد علی کاری کردتان رو گفتند. نهار شما این تر کنید ها؟ آخر ما نمیدونستیم. از سوزانداری و بیماریشون خبر نداشتیم. تنها خواستیم که پشیمونیم دادا. چی کار کردنمون رو نمیدونیم. به فکر من باید عذر پرسید. راست اما چی؟ از کی عذر پرسیم؟ البته از استاد عمرتان. خواطر نشوید. استاد علی و پینار سری وقت رسیدند. در حقیقت چی خیل خوب هستند؟ خوب میشد خواطر نشوید. دادا جانی من شما رو بسیار دوست میدارم. حاضر میآییم. استاد عمر خوبند. دادا هم گفتن که با عیادتش اومده میتوانیم. چرا انتظارید بچه ها؟ رفتیم رفتیم من برق رو هم خبر کنم. اونجا با میخوریم. تمام رفتیم. میلش دکتر می اومدید خوب میشد. چی شد؟ خانم نوری عوض میشدم. راست میگویی ها؟ فریب نمیکنی؟ اوه عقلمون رو خوردیم. حاضر میاییم. چی شده است؟ جرین چی بگوید؟ استاد علی سوزندارو رو رسونده است. در بیمارخانه اند. شکر استاد عمر خوبند. اکنون همش تمام شده؟ پلیس نیست. نه رفتیم. پسرم جانکم جیگرکم با تو چی شد؟ خوبم خواطر نشوید. چی گناه کردیم که این همه به سرمون اومد؟ این چی سرنوشت بود؟ مادر جان آرام شوید. شما فقط می گفتید که بلا و مصیبت از سر انسان خوب کم نمی شود. کفالت گناهایش می شود. ها من خوبم مادر جان. آغاز طبابتن اینها. دختر جان راست میگوید. پسرم خوب است. خوب است خالای زهرا. شما خاطر نشوید. از این هم خوبتر می شود انشالله. خوب خیر من شما رو تنها میگذارم. شاید به یک دیگر گفتنی ها دارید. خوب پینار. یکون گپ شد با من نمیگویی. چیزی رو از من پنهان میداره. ها؟ خوب استم گفتم مرا فریب نمیدی. نه مادر این طور نیست. اول شما آرام شوید. شما به خالای زهرا خبر دادید؟ سخت ترسیده است. بله مادرش می شود. خدا نکند یگون گپ می شد. چرا به من خبر ندادید؟ نمی گفت مگر؟ راست میگوید. اما عمر خوب است. از این هم خوبتر می شود انشالله. انشالله.
پینار از بچه ها یک چیز فهمیدم. خب یعنی در حق تو و عمر راست باشد. چی؟ این رو با عمر گپ زنید خوب می شود اکا. حتی در این بابت با شما گپ خواهد زد. مایلش، اما من میخواهم. استاد علی یک دقیقه شما را ممکن؟ البته. جناب مله نه احوال استاد عمر واقعیت خوب است، خواطر نشوید. بفرمایید. چه شده است؟ نوریه آنقدر خوب نیستند. نخواد. از دیروز روز احوالشان خیلی بد شد. حاضر هم خیلی وزنین. البته این کار خداست، اما با فکرم امشب را روز کردن نمیتواند. ما چیکار کرده میتوانیم؟ مگر از دستمان یگان چیز نیاید؟ استاد برای همین این را به شما گفتم که شاید ما این خبر را به عضوم رسانیم که او آماده شود. مادر از واقعه ها آگاه هستی؟ میدونم. عضلان واقعه های در مکتب شده. میدونم پسرم. شکر خدا که پدرت شخص میفهمیدگی وضعیت رو فهمیدند. وگرنه چی کار میکردیم والله نمیدونم. شما در این اسنا کم و بیش پینو را شناختید، همین طور نه؟ ها بهترین دختر است. ولی با این گپ‌هایت چه گفتنی هستی؟ مادر میخواید که کلینتان شود؟ من از خدا خواهش دارم پسر جانکم. اما وای خودش چی میگوید؟ مادر پینور مرا با چنین احوال قبول میکنه؟ تو که این را میخواهی من صدها بار راضی هستم پسرم. این طور باشد به من میگویی یگان وقتی مساعد با امر خدا و قول پیغمبر رفته دختر را خواستگاری میکنیم. وی استاد علی سلام. سلام معلم ملک. از مکتب فهمیدم استاد عمر در کدام مجران؟ انا اینجا. تشکر. معلمه وقتی که در آمدید برق را نزد من روان کنید. با هم سیفونش به عیادت آمده بودند. مایلش. مرا جیغ زدید استاد؟ خواستم کمی صحبت کنیم برق. استاد هرچی گوید راست میگوید، اما یگون نیتی بد نداشتیم. خواستیم یک کاری خوب کنیم. میدونم شما تماما نیتی بد نداشتید، این را فکر نکن. اما من دیگر چیز را گفتن میخواهم برق. من فکر کردم که این را به تو گویم یا نه، اما بهتر است که بگویم. بخیر است استاد؟ امروز اکاد سنجر هم در کشتی بود. چی؟ باز از عقیب پینار شده است. چه خیر؟ آخر او در یک جای مخصوص نگاه و بین میشد. او بسیار ذکی است برق. تو به اهل عائلت و نسبت او با دقت باشید. برق به کجا؟ او را میابم استاد. نمیگذارم که به کسی ضرر رساند. برق ایز با کجا؟ چی شد؟ اکام باز به بیرون برآمده است. در کشتی او هم بوده است. نخود سنجر؟ بله او را میابم. الکه کار به جای رسید. من هم با تو میروم. این کاری شوخی نیست تکین. او بسیار خطرناک است. این برای اپای من است. یا من با تو میروم یا تو رو رفته نمیمونم. خیر رفتیم. زود باش.
برای همین شما به مکتب نمیروید. برای همین شما نمیخوانید. کار و کارتان با همین چیز بازی کردن. آخری با تنها بازی میکنید دادا. با همین مهانکا بازی میکنید. همش لعب دوست. تو همین چیزها رو به دختر نشان میدی. تمام دیگر نیست این خیل بازی. اینشان بر این درس بخونه با بیرون هم نمیبراید. اینجا بیاید نبیم خواهی حیاتان را میشکنم. زود به اینجا بیاید نبیم نگریزید. حالا میآید آن وقت جواب میده. آن وقت ببینید. چی ایستادی اینجا بیا. وقتی که از زدم گریزم من با اینجا میویم. با کسی نگویی. هیچ کسی اینجا رو نیابد. نمیگویم. سرپشک ها رو اینجا پنهان میکنی. فهمیدی؟ مایلش. این سیر بین خودمون میموند. با کسی نمیگوییم. نه این جای رو نه این سرپشک ها رو. قول دیگه. قول. تو در جان من پهلوانی من. کسی ما رو نمیابد. اینجا نیست. بر وقت از ساحل دور شده است. بله اما باز خواستم ببینم. در فکرت یگون جای هست که شاید در کودکی اونجا پنهان میشده. اصلا یک جای بود. وقتی که از زده هم میگریختیم به اونجا میرفتیم. پس چرا ایستادیم؟ رفتیم با اونجا میرویم. اما باوری ندارم که تا حال مونده باشد. ممکن نیست شده باشد. اگر دیگر جا با فکرت نآید بهترش به اونجا رویم. خیر رفتیم. لبای سلام استاد علی. یگان واقع شد؟ نخود راست باشد. تشکر برای خبر دادنتون. خدایا من چی کار میکنم؟ دایرین من یک واقعه ناخوش رخ داد. سنجر گریخته است. برق به جستجویش بر آمده است. آخر من میترسم دایر. اوزلم رو جیغ زدم. رفیقانش رو گسیل کند میآید. عمر چی؟ در نظرش زهره خاله هست؟ او رو به خانه گسیل کردیم. حاضر ملک در نستش. جناب ملک گفتن که کمی استراحت کنند. او رو هم به خانه جواب میدیم. خرسندم. اما پینار میدونی که این واقعه گذرنده است. یعنی عمر بیمار است. میدونم. عاقبتش رو هم میدونی؟ بله میدونم. چرا این رو به من آگاه میکنید؟ مگر شما نمیگفتید که همه چیز با باوری آغاز میشود؟ همه چیز با دوستداری میشود؟ من عمر رو دوست میدارم اکا. بیا بشینیم. در این بابت راست میگویی. اما اصلا من این رو گفتنیم که وقتی بیماریش اوج میگیرد حالت فیزیکی عمر عوض میشود. در آن وقت هم محبت را ادامه دادن لازم میآید وگرنه گناه میشود. از همین میترسم. من همه‌اش رو فکر کردم اکا. اکنون دیگر پرسپاس نکن لطفا. همه رو گسیل کردم. با من در کدام خصوص گپ میزنید؟ بخیر است؟ چرا طبعتان خیره؟ یا یگان چیزی بد شد؟
با مادرم چیزی شد؟ نه آرام شو عزلم انشالله که خوب می شود مایلش یگان خبر هست تمام روز به برق زنگ زدم اما جواب نداد. من هم زنگ زدم اما با زنگ من هم جواب نمیدید. اکنون چی کار میکنیم؟ صبر کن به خانه داریم فکر میکنیم. نیلش عزلم جان میدونی در این دنیا هیچ چیز ابدی نیست. بله از همین سبب همه یک مدت از هم جدا میمانیم عزلم. میدونم اول انسان از مادرش جدا می شود، از آغوش مادر، بعد با سبب خواندن جدا می شود، سپس برای خانه‌دار شدن جدا می شود. راستی حیات پر از جدایی هاست خواهرم. اکا با این گپا چی گفتنید؟ اول گوش کن. برای ما بدترین جدایی این جدایی بی‌وصال است. فراق دیگر است، از دست دادن دیگر. خدا را شکر که ما هیچ کس را از دست نمیدیم. تنها یک مدت از ما جدا میمانند. برای همین هر زمان صبر کردن بهترین عمل است. با مادرم چیزی شد ها؟ برای همین این گپا رو به من میگوید؟ نه جانم این گپا به همه ما دخل دارد. اما چه خیلی که دکتران گفتن احوال خاله نوری اونقدر خوب نیست. میدونم اما چرا تکرار به تکرار این گپا رو میگوید؟ تو دکتری با عقلی عزلم جان این چیزها رو میدونی. بله متاسفانه میدونم جانم حالا بهترین عمل دعا کردن است. چرا این طور میگوید؟ چی رو از من پنهان میدارید؟ مادر مادر جانم من چی کار میکنم؟ ما باقیم همه وقت در برت هستیم. با پینار خانه‌دار شده اویلا بنیاد کردن رو نیت کردم امکی جمال، اما به حضورم خوبهای بد میبینم. چنانه که میدونه در حیات هم خوبی است هم بدی است، هم خیر است هم شر. یکی از راه‌های نیست کردن بلا صدقه است. انسانی که صدقه میکند هم راضیگی خدا را میگیرد و هم از بدی ها خلاص میشود. پس چرا انتظاریم؟ و یگون فقیر صدقه دیه. برای آدمان احتیاجمند تیارم که همه چیزم رو دهم. دعا کنیم که خدا خیرهایی کرده امون را قبول فرماید. آمین. آمین. با امکی جمال صحبت کردن مرا فرح میبخشد. همه وقت خوب فکر کردن لازم. اصلا ناامید نباید شد. خنک خورده ایستادید؟ کمی هوا خنک است. در این نیمی شب چرا اینجا هستید؟ و شما یاری ما در کار است؟ بله. نمیدونم، شاید شما با من یاری میرسونیدی و من با شما کی میدونم. این پول برای یافتن جای گرم شما کمک میکنم اگر قبول فرمایید. قبول کردن نمیتوانم، اما اگر یک کاسه شوربای گرم التفات میکنم گوید اصلا نمیگویم. خدا از شما راضی شود. شما انسانهای خوب هستید. نیکی کردن کلیدی دری راه خیر است. خواهید یک کاسه دیگر بیارم؟ تشکر دخترم، سلامت باش. عمر یک دقیقه. بیچاره جای زیست ندارد. در یگان مهمانخانه جا کنیم چی؟
خوب می شود. پول نمی گیرد. هیچ نباشد در یگان مهمانخانه جو کردن هر کار. انی همینجا است. بعد این قدر سر در یادت هست؟ یعنی شبانه روزانه اویم خوبتر نمی شود. همه جا تاریک. باز دیگر جا نباشد. اینجا رو اونقدر خوب میدونم که حتی با چشمانی پوشیده جای هر یک خیشت رو گفته میتوانم. سرپوشک‌ها رو اینجا پنهان میکردیم. باز به گپت نایستادی. باید کسی رو به اینجا نمی آوردی. به کسی اینجا رو نمی گفتی. اکا خواهش میکنم مرا گوش کن. همه اتون به من خیانت کرده. همه اتون دیگر به هیچ کجا گریخته نمی توانید. با تو توی می شوم. خورسندم. من هم. اما دستانت پر از خون. اکنون نیست. نیست شده است. خون نیست. چرا این کار رو میکنی؟ چرا از قفای معلمه پیلار هستی؟ برای آسمان خطایی کردم را اصلاح میکنم. بس این کارت خطا است. وای مرد بفهم چی کار کنی نکنی دیگر بر نمیگردد. خاموش. زود یکان چیزی آبچی او رو بندم. هممون باز یک جا میشویم. گویا تماما جدا نبودیم. یک قدم دیگر مانی گردنش رو میگیرم. میخوایی ها؟ میخوایی؟ باز یک جا میشویم. من، یاسومن، تو، مادرم و پدرم. دیار شو دادر جان. به دیداری اپت میرویم. سنجر! پدر؟ زود کارد را از دستت پرتاب. دور شو از دست دادرت. مایلش پدر. یگان کار نمی کردم. شوخی می کردیم ما. با او ضرر نمی دادم. با تو گفتم زود کارد را پرتاب. شد. انا پرتافتم پدر. التماس مرا جزا ندهید. ما برای گرفتن سرپوشک ها آمدیم. کاری گنده نمی کردیم. به خانه دیر نمی موندیم. بعد شما مرا هیچ وقت دوست نمی داشتید. همین طور نه؟ برای آن که من سبب شدم به مرگ یاسومن. نه این طور نیست پسرم. مرا تماما نبخشیدید. همه وقت از من نفرت کردید. اما من اصلاح میکنم. باز یک جا میشویم. گویا هیچ وقت این کار نشده بود. همش رو اصلاح میکنم. سنجر! سنجر! خوب هستی پسرم؟ خوبم. تو تکین؟ من هم خوب هستم. خیر رفتیم. اکام چه؟ او رو چیکار میکنیم؟ با هیئت پلیس او را بجویم.
وگرنه به یگان کس ضرر جدی میرساند. عضلم چطور؟ با او داروی جنابی ملیح مونده رو دادم. خواب رفت دختری بیچاره. کاری آسان نیست. باز در این سن سال او. میدونی شاعر میگوید که همیشه مرگ ناگهان میآید. اگه بیایی در برای مرگ گپ نزنیم. امروز به این هم روز وزنین بود. پگاه باز وزنین تر می شود. درست. و بچه ها خبر ندادیم. شاید آنها هم آمدن میخواستند. من با ملی گپ زدم. و بچه ها میگوید. خوب کردی. انس چی؟ از او خبر هست؟ بعد بیمارخانه دیگر او رو ندیدم. من هم ندیدم. به فکرم آمد. شام بخیر. شامت بخیر. شام بخیر. همین حالا تو رو میپرسیدم. خواطر شدیم. در کجا بودی؟ نزد سنجر. نخواستم که برق تنها رود. تو چی دیوانه شده ای؟ میدونی که او چقدر خطرناک است. اگر میفته چی؟ مبادا به تو ضرر میرسون چی؟ یافتیم. چی؟ نترسید. و کسی چیزی نشد. اما داشته نتوانستیم. گریخته رفت. احتیاط شدن امروزی. خدایا توبه. پولی مکتب زیاد خرج کن جناب علی. این شاگردان صدقه دیواری سفید شوند. 2 روز بعد باز همان احوال. همین خیلی ایستد آخر بیهوده پول صرف نمی شود. امروز بعد نماز پیشین جنازه می شود. بله. عضلم در کجاست؟ در خانه. تکین با اومان. اکام کار بر جنازه رو حل می کند. عمر هم باز. برای شما هم بد شد. عمر با اکاد گپ زده نتوانسته است. البته گفته نتوانست. آخر در این حال چه خیل میگوید؟ برای این وقت لازم. چی میکوبی؟ سوزنداروی عمر رو. اینجا یک دو مونده بودم. آن رو نمیابم. گفتم شاید عاجلا لازم میشود. این چی؟ این سرپوشک اینجا از کجا پیدا شد؟ ایست سپیرت میمالیم که چرک نگیرد. مایلش، لیکن من آب ننوشیده بودم. این از کجا پیدا شد؟ انا شد. به فکرم وزارت امروزها پولی زیاد تقسیم میکند خانم ملک. نفهمیدم. رنگکنی رو میگویم. همه کارا به انجام رساندید که باز این کارا سر کرده. پدر چه خیل رنگکنی؟ درباره چی گپ میزنید؟ دیوارها را میگویم. رنگکنی دیوارها را سر کردید کو؟ نه من از این چیز خبر ندارم. این چی باشد؟ خدایا. همین کار مانده بود که اینش هم حل شد. پیش به اینجا آمدن من با امام گپ زدم. زحمت کشیده دوستاد. در این وقتها نخود زحمت باشد. کارها رو زود به سامان رسانیدیم. رفتن نشسته چای نوشیم چی؟ هم کمی صحبت میکنیم. البته استاد. زهرا خانم خوبند؟ خدا را شکر خوبند. استاد
به فکرم دیگر راهش نیست. با شما بابت پینار گپ زدن میخواهم. او به من گفت تخمین کردم. اصلا من باید نزد شما میرفتم، اما از سبب وفات کردن خانم نوریه نتوانستم. من میگفتم که اجازه دید قبل از شما من فکرم رو بیان کنم. مرحمت. پینار جانی من است، خواهرم. بعد اینقدر مشقت ها، جستجوها، نه او را یافتم. درد و غم او را طاقت دیدن ندارم. باور کنید من هم نمیخواهم که یک قطره آب چشمش را بینم. باور میکنم. در حق شما تماما گمانی بد ندارم. اما بیماری هم همینطور نه؟ بله، راستش همین را فکر میکنم. شاید پینار از محبت زیاد نسبت شما. شما چی؟ شما در این بابت چی میگویید؟ من تا امروز با باوری زندگی کردم استاد عمر و دیدم که باوری بسیار چیز را عوض میکنند. همه چیز عوض شدنش ممکن. درخت بیبار هم میوه دادنش ممکن. این را گفتنی هم که شما با پینار همین گونه باوری در دل دارید یا نه؟ اگر تنها با دوستداری یکدیگر به این راه میبرآمده باشید، ببخشید، به کجا برده رساندن این راه معلوم. خوب فکر کنید استاد. به یک قرار آمدن شما مهم. معلوم می شود که آینده پینار در دست شماست. خوب شد که امروز دیر موندید. هیچ نباشد روی یکدیگر رو دیدیم. چرا اینطور میگویی؟ مگر هر بیگا وام نمیخوریم؟ وام میخوردیم تا اون وقتی که مادرم بودند. جرین با سر نکن، التماس. مثلا به سیر و گشت میرفتیم، تمامی روز یک جویه بودیم. گوش کن دخترم، اون وقتا کارم اینقدر وزنین نبود. اما اون سالها من خورد بودم. حاضر چی؟ مثل اون سالها نداده. گویا اون سالها دیگر بودید. حاضر تماما دیگر. من مثل پیشترم. فقط تنها برای آینده تو بیشتر و زیادتر کار میکنم. چون که بعد مرگم من نمیخواهم که تو از یگان جهت تنقیصی کشی. اما من حالا بی پدر کلان میشوم. من هیچ چیز رو نفهمیدم. من هم ورقه های کار رو دیدم. در مکتب در خصوص رنگ و بارکنی هیچ گونه حجت نیست. رنگکن هم نیست. به فکرت این چی معنا دارد؟ با پلیس خبر دادن لازم پینار. شاید این کاری سنجر باشد، چون که یکی از اینها در جزدانی تو بود. چرا این کارو میکرده باشد؟ چرا جزدان رو گفته اینها رو گذاشته است؟ باور کن نمیدونم. با دقت باش پسرم. بسیار زهر سخت تاثیر. طرز استفاده بریش را خوب خوانید. وگرنه یک قطره‌اش به انسان ضرر جدی میرساند. همان چیزی که میگفتم. حشرات های زمینی ما نیز مانند انسانند. بله درست. مرحمت. تشکر. رفتیم بچه ها. خدا صبر دهد ازلم.
اونقدر چیزها را به شما گفتنی بودم که حتی در آخر رویتان را دیدن نتوانستم. حتی آوازتان را نشنیدم. در وقتی رفتن نزدتان نبودم. مرا پرداخته به کجا رفتین مادر؟ دخترم یکایک به دنیا آمدیم، باز یکایک از این دنیا میرویم. آمده میرود و رفته بر نمیگردد. این یک سیر است. اگر درک کنیم خوشبختیم، نفهمیم سخت عذاب میکشیم. انسان زندگی ابدی میخواهد. دنیا برای زندگی ابدی خواستن نیست. نعمت اگر به انتها نباشد، بسیار هم باشد، به روح ما ضرر می آورد. از این سبب به جایی می رویم که آنجا زندگی به آخر ما را انتظار است. مرگ در خود را برای دوست می کشاید. درهای بهشت باز می گردد. دخترم صبور باید. جدایی گرچنده که مشکل باشد، عاقبت حتما وصال است. دخترم آب دیده‌ات را تازه کن. دخترم اگر امروز جدایی باشد، فردا وصال است. اگر وقت رو برگردانیده میشد، هیچ وقت با مادرم جنجال نمی کردم. فقط با او با محبت حرف می زدم. با او زیادتر وقت می گذرانیدم. بعد مرگشان اکنون فهمیدم چقدر برای من عزیز بودند. قریب که 1 هفته گذشت، اما حالا هم به نبودنشان عادت نکردم. میدونم مادرم در بهترین جای هستند، اما او را یاد میکنم. هر شب به یادم میآید که به او چی گفتن میخواستم. وجودم میسوزد. شاید مرا میشنود گفتن. هر شب تا سحر با او گپ میزنم و کاش میگویم در وقت زنده بودنشان این سخنها رو میگفتم. چرا هنگام زنده بودنش به قدرش نرسیدم؟ برای ابراز درد دل به تو تشکر میگویم مظلم. مرحمت بشین. چطوری که خرسندی می آرد، غم و اندوه نیز غم و اندوه می آرد. هر روز هر دقیقه می توانیم نزدیکانمان را از دست دهیم و بعد از دست دادن از گفته هایمان، از کرده هایمان پشیمان می شویم. از اینجا معلوم می شود که حیات جای جنگ و جدال نیست. بغیر از نیکی دیگر کاری در این دنیا باقی نمی ماند. اصلا هممون این خطایی رو میکنیم. بعضا نزدیکانمون رو میرنجانیم. 1 هفته می شود که پدرم با من گپ نمیزنند. راستی من با او گپ نمیزنم، اما خدا نشان ندهد اگر امروز با او یگان چیز شود خودم رو نمیبخشم. من باشم پدرم رو نمیشناسم. تماما دیگر شدند. اون کس رو رنجوندم. شما پدر و مادر دارید. شاید اگر این کار پیشتر میشد هیچ وقت با مادرم اینطور مناسبت نمیکردم. انسان بعضی چیزها رو تو نبیند نمیفهمد. راست میگویی نرگس. حیات سر تا پا درس است. اگر مکتب به ما علم دهد، عائله‌مان به ما راه زندگی را نشان میدهد. آن درس‌هایی که ما از عائله‌مان میگیریم برای مزاج و روح ما قالبی بسا مهم میباشد. بسیار وقت طرز حیاتمان را با همین قالب‌ها شکل میدیم. برای همین از دست دادن هر یک نفری عائله برای ما غم و اندوهی بی اندازه است.
این باید برای ما درس شود تا که قدر متحدی عائله‌مان را دانیم. آنها بهترین خزینه ما حساب می شوند. بچه ها این طرف نگوید استاد. وقتی که این سخنها رو میگوید من خودم رو بد حس میکنم. فهمو این طور باشد این خیل میکنیم. بین خود یگان چیز فکر کنید، یگان چیزی که باعث خرسندی عائلتان شود و چیزی که آغاز همه خرسندی ها باشد. درس آینده در این خصوص گپ میزنیم. خوب شد استاد. غمگین نشو میلش. عمر کی به خانه ما میآید؟ خوب نمیشود. کمی دیگر انتظار شویم. میدونی با مرگ خاله نوریه نه یک هفته شد. من نمیخواهم که دیگر وقت گذرد. اگر توی شویم همه‌اش آسان‌تر میشود، خوبتر میشود. طبابت، بیماریت. بیهوده نگفتند در نیکوه کرامت است. چرا اینقدر باوری داری پینار؟ از کجا میدونی؟ شاید بعد 2 روز پس از توی بیماری هم اوج میگیرد. شاید بعد 1 هفته بعد از توی وفات میکنم. التجا دارم این گپ رو نگوی. به تو گفتم باوری دارم و تو رو دوست میدارم عمر. دیگر باز چی گویم به تو؟ مرا ببخش. من تنها فکری تو رو میکنم. اگر دانم که با یک طوری مویت خور میخلد، دلت کمی هم باشد میرنجد، زندگی کرده نمیتوانم. من چی عمر؟ من چی؟ هر روزی از تو جدا زیستم رو میشمورم. نمیدونی مگر انتظاری من روزی و تر غمگین میسوزد. تمام پینار خوب. هر چیز زودتر به زیارتتان میروم. سوزن دارو رو گذروندی؟ وقت میگذرد کنی؟ تمام حاضر میگذرونم. یاریدی هم؟ نه الک یادت کردم. خوب هستی؟ خوبم. استاد علی باز من نزد شما میرفتم. بخیر است. اگر اجازه دهید امشب با مادرم به خانه شما رویم برای کار خیر. این طور باشد به خانه عمک جمال آید، آنجا گپ میزنیم. تا بازدید. حاضر باید به درس روم. اکنون شد. یا در این یا در آن، یا این که در این. کی میداند؟ شاید در این یا سومن خواهر من است. استاد عمر، تا من اجازت ندهم با او خاندار نمیشوی. خیر بختت رو سنج. خواهی نخواهی آن سوزندارو رو میگذرانی، یا امروز یا فردا. یعنی استاد عمر اجازت نمیدیم که با یاسومن خاندار شوی. باورم نمیآید. همین شب در خانه ما؟ والله باوری من هم نمیآید. همه‌اش میخیل تیز. باید زودتر رویم وقتم. از شادی در خودم نمیگنجم. اول باید خرید کنیم خوردنی ها، نوشاکی و باز البته قهوه. چی؟ مسخره میکنی؟ میخوام همش خوب شود نیلی. همش اولی جناب میشود. غم نخور.
ما مصلحت کردیم استاد. حتی جنگ هم کردیم. اما در آخر به یک قرار آمدیم که چی کار کنیم. کاری عالی جناب، اما شد استاد. فکری هممان از شوخی بیرون. بسیار خوب. پس به چی قرار آمدید فهمیده میتوانم؟ با سیر و گشت میرویم. سیر و گشت. ایستید. کنی خوبتر فهمانید چه خیل؟ استاد، هر عائله خوراک و نوشاکه های خود را تیار میکند. سیر و گشت همین است. نان و قیماق و گوشت و بند و توب رو میگیریم بعد میرویم استاد. بعد؟ با اهل و عائله و معلمانمون که آنها نیز عائله‌مون میشوند تمام روز را یک جای میگذرانیم. فکری خوب، لیکن بیرون از شهر رفتن کمی مشکل. یعنی مکتب اونقدر بودجه ندارد که 2 اتوبوس رو کرایه کند و بیرون از شهر رود. اینش از من. پدرم راننده اتوبوس شدن. معلوم می شود که خوب فکر کردید. التماس ها گوید استاد. باز برای راضی کناندن عائله‌مون از شما مدد میپرسیم استاد. مادامی که اینقدر خواهش رفتن دارید از دستم آمده را میکنم. چی شد؟ خرسند نشدی؟ البته خرسند شدم. چرا خرسند نشدم؟ مبادا اکاتون روزی نشود چی؟ اکا هم میخواهند که همه خرسند باشند. البته خوشبختی مرا نیست اینچنین. با من خرسند میشوی پینور؟ البته. در بین باغ خونه میسازیم. در باغ یگون چیز میشنونیم. با تو در کجایی باشد زندگی میکنی؟ عمر چی شد؟ بیو نشینه. بیو با بیمارخانه رویم. رفتیم. عمر نه خوب شدم حاضر. پیش وقت هم میشد. دارو رو تاثیرش جناب ملی آگاه کرده بودن. خوبم حاضر. در حقیقت خوب هستی؟ خوبم. شاید از هیجان خواستگاری باشد. همش خوب می شود. خواطر نشو. خیلی وقت گذشت که این طور یک جای ننشسته بودیم. بله. بینیم کنی چقدر به جنگ و جنجال نشسته میتوانید. نه پسرم، نیت جنگ و غمگین کردن شما را دیگر ندارم. انشاءالله همش خوب می شود. اکام چی؟ او رو فراموش کردید با فکرم. او را میابیم. اگر ما یافته نتوانیم پلیس او را میابد. سببی به این احوال اومده رسیدنش رو یافته میتوانید. برق؟ راست میگوید. بسیار او را زدم. عذاب دادم. شد. دیگر گذشته رو به خاطر نآورید. آینده در گذشته نوشته شده است. این رو فراموش نکنید. اکام رو اینکار کرده نمیتوانید. اکا پسرم مادر مادر نزد شما اومدم. پسرم چیکارها کرده شده‌ای؟ نترس پسرم، همش گذشت. مرا به پلیس ندهید. نمیدهم پسرم. پسرم چه خیل گریختی در اینجا چیکار میکنی؟ مادر دیگر نمیکنم. قسم که دیگر نمیکنم. پسرم شو. اکا رفتیم به خونه میرویم. رفتیم. ایس آرام باش منم. ترسوندی مرا. فکر کردم اکام. ببخش نیتم ترسوندن نبود. هیچ گپ نه. چی گپ و خبر؟ نه اصلا یک خبر دارم. با اپام و استاد عمر یک کاری خوب کردنی بودید کو برار نگرفت. یک شانس دیگر دارید. چه خیل شانس؟ یک خبر تازه دارم. یعنی خودتون تشکیل میکنید. چی بوده است؟ امروز با اپام خواستگاری میآیند. در خونه ما که جماعت جمع میشوند. انا این برای شما فرصت مناسب. سنجر پسرم در کجایی؟
پسرم سرجر با کجا رفته باشم؟ آخر من نمیدونم. معلمه آخر این یک آیین است. عرف و عادتهای ما زیادن معلمه. خیلی چیکار میکنیم؟ من در کجا پنهان میشوم؟ ما نقشه همش رو کشیدیم معلمه. با تو توی میشوم. خورسندم. من هم. اما دستانت پر از خون. اکنون نیست. نیست شده است. خون نیست. پینور آرام شو. حالا برای دختر خواستگار نفرستاده ایم. خوابم برده است مادر. چی خوب. کمی استراحت کردی. مادر یگان چیز رو فراموش نکردیم ها؟ پسر جان انا گول شکلات همش هست. تو خواطر نباش. پسرم حالا نرسیده ای؟ آنها همینجا. با یادم اومد عمر جان. بعد از چنده به طرفی راست میگردیم ها؟ یگان چیز رو فراموش نکردیم ها؟ همه شد. تمام پینار جان خواطر نشو. ما همش رو حل کردیم. چرا شما اینقدر در هیجانید؟ نمیدونم. اکام یگان که پیگنده نمیکنید. از دهانش یگان که گرفته نمیتوانم. من میترسم. همش خوب میگذرد. باور کن خوشبخت میشوی. نه راست میگوید. چطور میشد اما که جمال؟ چی میگویند؟ من چی میگویم؟ اوف اینقدر این کار وزنی بوده است؟ میشود همش خوب میشود. خواطر نشو. در این دنیا تنها یک خواهر تو را خواستگاری نمی کنند. کاری درست میکنیم اما که جمال. گمان میکنم پینا را با دست خود به بلا گرفتار میکنیم. یک روز شادی بعضاً به 1000 روز عادی برابر است پسرم. کاری خدا چی شدنش را تنها او میداند. عاقبتش بخیر شود انشالله پسرم انشالله. مرحمت. تشکر دخترم. تشکر دخترم. خوش شود. تشکر. خوش شود. اکچو خوش شود. تشکر. خوش شود. زود باشد مادر. از بتوقتی میکفم آخر. آرام شو پسرم. توبه. خوب سبب زیارتمون معلوم. خدا به همه نصیب کند. انشالله انشالله. از اول پسرمون عمر و دخترمون پینور بینه تلقای دخترمون میگویم یک دیگر را دیدن معقول کردند. اجازت دهید با امر خدای و قول پیغمبر دخترمون پینور را با پسرمون عمر خاندار کنیم. چه خیلی که گفتید خانم زهرا عمر و پینار هم فرزندان محسوب می شود. تشکر به پسرم علی که مرا همچون سردار عائله انتخاب کرد و اجازت سخن کردن را به من داد. اگر این جوانان به یکدیگر معقول شده باشند بغیر از عائله دار کردن دیگر راهی نداریم. اما من می خواهم که آخرین سخن را به حکه پینار علی دهم. اگر با رضاگی همه این کار شود عائله استوار می گردد.
به فکر من مادامی که این خیر است، مادامی که همه اینقدر میخواهند، خدا بختشان را دهد. خدا به هم بخشید. تبریک. شد استاد، اما یک شرط داریم. چه شرط؟ استاد، در ما عادت است کلین را پنهان میکنن. اگر داماد او را یابد حقی او را گرفتن میکنن. بله استاد. این خیل نکنید بچه ها. به اعتراض استاد، معلم پینور پنهان میشوند و شما او را مییابید. اگر یابید میبرید. رفتم معلمم. اگر شما رو دوست دارد کوفته مییابد. بله استاد، دوست دارند میکوبند. خیر میلش. استاد عمر، خواهش میکنم چشمانتان را پوشید. رفتیر کجا پنهان میشوند؟ زودتر با ماشین بله معلم جان، با ماشین درو زودتر. آروم مخشیم. خیر او رفتیم. خدا جان، سوزن دارو را فراموش کردم. آن سمکه را به من دهید. داروی استادتان را گیرم. اینا اینجا چی کار میکنن؟ خدای توبه. سرپوشک ها را اینجا پنهان میکنه، فهمیدی؟ Aka!